چند فرزند همراه مردیکاری آوردگی است یعنی روسیه؟ روسیه مردیکاری دو فرزندم. دو فرزند. پاشی سیمشم چی بگم چیز ده اومدنی ایده تیار غلطی دیگه سیمشم میگم تیار اومدنی تیاره یعنی سه همچو پدر همو چخیل نگاه میکنی برادر خود در هم چشم فرزندات که یعنی سه فرزند یک یبارا مردی کار کردن. من راست گم نومردم. من شما دا اگه من گیره کردستم شما نمیفهمید اگه دل نمیشه من باید مرد شم. بله. من پیش فروردگار جواب دادم. بله. فهمیدین؟ یعنی که سه فرزند. من گپ ما آزادی من کجا دا گپ زنم. من دیل من کجا دا کشم که اکا بخشیش ده دیل من کجا دا بکشم این همیجا بدونی پرده است. پول نیروز گفتی همو گپا همو چی قدر که میتونی همی گپ زد برادر. اکا من یکی غلط دیدم ده شما دا بچه هم بور اینا دیگه بچه ها دا بفور هم گپ ما گپ زنم میگم بیل نیت خرم گپ زنم میگم نمیتونم تلفن نمروش هست ایمان ده اینمی تو سهر گپ میزنیم. اینمی تو سهر گپ میزنیم. اینمی تو سهر صحبت که نمی اجازت ہے. اما ограничение نداره. ограничение نیست. تو سهر گپ زد. رحمت من چی بگم من خدمت وقت سیوزده خدمت کردم خدمت ما اگر گپ زدنی باشم اوکی الو بله بله ممکنه گپ زنم وقت خدمت کردم من پروردگار خدا دروغ نکنه یکم بار شده چست رفتم چست خدمت کنه اگر خدمت کردم چست 8 توجیک بچه بود من ملادوی شده همجا غلطیتم فهمیدی شوفیور بودم شوفیور ودیتر شده بعد هم مرا پادشکه میکرد میگفت که ما لیلووتی بچه ها بود پومری بچه ها بود غربی بچه بود کلوبی بچه بود دوشنبه بود نمیدونم هم تاجیکستان بود دای تاجیکستان داخلی تاجیکستان بچه تاجیکستان من گیره کرده دستم با نگه که این مرده نه دردی بله بخشیش بابا تلفونی نمبر مرا باقت برآوردم مرا هر کس هر چی نگفته حقارت نکنه میگم برای همه گپ میزنم نه گپ زدن گیره همه عبدوشی گپ زد عبدوشی یا مشت بود مرا همه خیلی پادرشکه کرده بود میگفت که بچه داغستان و قطعی هم بودیم ده هم چیشم بچه قطع مسلمان بود همش مرا هم خیلی پادرشکه کرده بود خرگیز هم بود چیز هم بود اگه پادرشکو شونه اگه پروردگار یا مشت بورم مرا گپ میزد میترسید درنی چست دوینم 3000 سالت بود توجیکوی مورا میدید میترسید اگر خیلی با کوپو گپ زنم کوچگی کتی گپ زنم میری فهمیدین بچه های توجیکو رو دیدم من خودم لقایم لیکن نمیگفت لقای ازبک تیچی لیکن ای داخلی تاجیکستانی فهمید هم خب بچه های چیز بود دستوی نه من خلقم نه من نمیگم شما را خلق رسین قزاقین چیزین وطن مونه خب برادر امروزه موضوع ما پدر یعنی که خودت در همون روسیه هستی یعنی میبینی که همراه فرزنداشونه مردیکاری میارن پدرها یعنی این چی هست یعنی آینده چی دادنی هستن این فرزنده چی با کدام مقصد این چی هست اصلا پکلینی نه پکلینی آورده مردیکار کردن فرزنداشونه اگه این نمیشه با مرده که خودمون قطعی نمیشه پگه بلد خیلی نومردیم ده نومردی میشه اکا یعنی ما خودمون هم چون مردک احساس کرده میتونیم خودمون که فرزند ای دستش بغلامی بیاریم نه اگر با مسلمانی بگیریم خیلی توقری نمیگیره برادرم ای چیز قطعیم توقری نمیگیره اینا خونه من در اومده ابلا و کده شتکش کرده فرزند اونا برده کشتگیه فهمیدین اکا بله اگر دیل ما گذارم دیگر نه ممکن گفت مرا
اگر ما راستی گپ گرمزم که امنیت گوش دارم ممکن که گوش گوش دارم او فرق نداره فرق نداره گوش کنن گوش کنن فرق نداره اوه گوش کنن و درد دل مردم ها گوش کنن ما همین برنامه را آماده کردیم تا که همین برنامه ها قطعی گوش کنن و درد دل مردم ها نه فقط دختر رقصانن در کوچه اکا همه گفتنی ما اگر مرد باشه همه استعفا گفتم جنایت هست میگم نیست ما اگر جنایت باشه میگم مالا همه برآمد کنه بگد که همه کسا همه خیلی گفتن جنایت هست بگد دیگه خلق دیگه قطعی کارشانو برا میگم آیا برادر یک سوال دیگه دارم آیا از نگاه خودت آن کاری که امام علی یا که دیگر انسان ها برای فرزنداشون میکنن یعنی همو خطا میکنن که فرزنداشون میخونونن فرزنداشون میورن وظیفه میتن فرزنداشون یعنی بگیم که یک بهترین شرایط مهیا میکنن برای فرزنداشون خطا میکنن او خطا میکنن یا کاری درست است او خطا میکنه همون وظیفه داشتگی و خطا میکنه چی با فرزند خونوندن فرزند بگیم یک وظیفه دادن این کار خطا است نه اگر وظیفه داشتگی که اینا بچه ما میتونم مثال اینا فرزندای ما پسترس میکنم میخونم مثال مکتب میونه رو با عالی درجه قطعی چیز میکنم که تمام میکنه شرایط ندارم داج خوردن نون بازور میخوریم فهمیدین شوکر اگر خیر بگیریم اینا مثال 9 فرزند داریم ما این بچم به مکتب این بچم پوشیده میره انا که ببین برادرم فرزند میخونه تو میگه که مرا یا خیلیش میگه چی در کار همه که آدم چی فرزند چیز کردن تربیه کردن نتونی ایورا دنیا آورد نه انا که ببین برادرم فرزند میخونه برادر کی ایده ثوابگر میشه ببین برادر فرزند میخونه ببین فرزند میخونه کوشش میکنه فرزند صاحب یک دانش میشوه اما جای کار نمیوه اینجا عیب کی هست عیب کی هست برادر عیب پدر میمونه که پدر حمایه فرزند خود کده نمیتونه بله سیاست میبینه سیاست هم بالا داشتگی اینا پرزیدنت خدمون هسته کو همه آدم میبینه یعنی که باید حمایه‌گر باشه که ببین ده یک عالم حیوانو را برادر ببین عالم حیوانو را برادر یا گوسفند من اگر خانه نبیه مثلا خانه ده یا مرغ من نبیه تو بگه تو سحر میکنیم یا سگرید یا تورید یا اون خانه یک از درومد دزد گفته میکنیم یعنی بله ما انسانیم که اینا مسکوا ده راست گفت یا خانه ده چند کس کسری شید ای دولت همین چی بودم روسیه توبات کرد بله برادر مردان خدمون مینت نکنم که یک گپ گپ زنم من برم کنم اتشکر یا خیلی کورچه زده مرد یا خیلی ارماتور زده مرد یا خیلی چیزامونو جنایت کرد یا خیلی کودکامونو تجاوز کرد اگه خدا بخشش چه گپامونو گردیدستن همیدین هموره یگون کس آماده دستگیری نمیکنه همورا پدرش کجا است همورا پدرش کجا است همورا مادرش کجا است همورا اکش کجا است دودرش کجا است همورا اهل اولادش کجا است چی با صدا بلند نمیکنه تاجیکستان ده یا بردن نام گفت آمده که گودکو همجا چی بر نزدیکاش صدا بلند نمیکنه صدا بلند نمیکنه اهل اولادش برای همون میگم صدا بلند کردن ده همین اگر پرزیدنت استعفا بگد همین جنایت است برای همه همینجا شتگی تحصیده میگه همه را گپ زنیم برای همخیر کده است زنگ بده است یا خیلی فامیلی ها شافان او یک دقیقه او دوستایی که تماس گرفته استودین من باور کنین یک دقیقه منظره او دوستایی که شما تماس گرفته استودین
قربانی شما شم برنامه یعنی که ایما خیلی مینوت سکوند خیلی بیس کم گبزه ولی بیس اینه گبزنه ترینه هم یک انسان قطعی یک ادوشی درد دیلش میشنویم یعنی که ما بفهمیم همین اکر دردش چی است بعد زنگی تلفنی دیگر را قبول میکنیم برای همو یک کم ترکه قربانی شما صبر میکنیم یک تا یعنی به حضور باید ما صحبت کنیم تو که اگر ما به حضور صحبت نکنیم ما نمیفهمیم یک چی را همین بسیار کنفرانسی ها میریم بسیار کنفرانسی هم میریم خب بفرما ما اگر واقعا هم یک انسان قطعی خیلی پره گپ نزنیم نمیفهمیم در دل انسان ما هم کنفرانسی هم میریم 3 minut وقت میته 5 minut وقت میته نیمی گپ تا میگوی نمیشه گفته نمیتونی دیگه چی شید چی نشید دور را نمیفهمی برای همو باید ادوشی گپ زنیم بفهمیم ببین هموطنی عزیزم وقتی فرزندت میخونه کوشش میکنه تلاش میکنه اما پشتیبان در کار است برای پدر برای فرزند پشتیبان در کار است کوه در کار است که بیسته وقتی پدر مثل مردانوار در پشت فرزند ایستاده طلب نکنه کنشن فرزند مردی کار میشوه همین خیلی نیست رحمت توغری گپ زدی لیکن انامو خود دوزی برادر عزیزم خودی شما میشو 3 فرزند آوردین در روسیه مثال با زن داده ایستادین هم فرزند داده مثال اویلادور میکنین فردا او فرزنددار میشون یعنی که او چی بتن با فرزندشون او چی داده میتونن برای فرزندای خودشون یعنی که شما این دادگی روزتون برای فرزند همین است یعنی بلیت خریدن روسیه آوردن در دست یا لپاتکا دادن گفتی هم گپو держи лопатка и пахай дальше ما خودمون دورنی که اینا چیز نکنی آدرس مگم زنم نه آدرس مهم نیست برادر آدرس مهم نیست برادر آقا ممکنه بعد هر دومان خیلی تماس بگیریم و خیلی چی بگم بعدی هم پرداچه خیلی تماس بگیریم خیلی دیلی کشود کرد ایی هم کشود تر گفت زنیم من نه باشه هسته خیلی مردک باشه یعنی بعدی برنامه بعد تماس میگیریم یعنی صحبت شما همینجا با پایان رسید من میتونم که دیگر زن قبول کنم یا که صحبت با گفتنی داره نه ما همه گفتنی هم که همه استعفا گفتن ما جنایت نیست این تری چیز جنایت نیست اگر جنایت میشید انتخابات همش جنایت میشه برای تو مدرای یک آدم انتخاب میکنی یک آدم انتخاب نمیکنی یعنی برا گفتگی گپ است این انتخابات هم جنایت است این یگان جای جنایت نداره رحمت اکا جان سلامت باش اکا بعد همون تماس گیریم یگان وقت کتی با حضور تماس میگیریم دیلی که شد کتی هر وقت که خواهی ایشالله صحبت میکنی شما خیلی نیست یا خیلی آدم ما چی گفته است ترا قول شانتاژ میکنه اخل میکنه اخل میکنه نمرات میمونه شرمنده میکنه مو دا یگان گرام برادر عزیزم یو مرد گفتم مرد میتونی که برادر در فیسبوک بنویسی اکمل استانایف در فیسبوک دباوید کنی در اونجا هم میتونی صحبت کنی در هر جا بود توجیکای ما مرد است گفتم 100% این تاریخ استوری آمدگی شرینار این شرینار خیلی 100% مستحکم ای گفتم من دیدگیم گفتم دینیم 3000 درون سعودت توجیکای ما چخر بود نه او بابام بود او اکا او کلونو بودن بعدی 90 دیگه تاریخ چیدگی نیست همو بود نبود نسلای هموی ما نسل هموی بله خب برادر عزیزم اگر دیگر موضوع ما دیگر موضوع است یعنی موضوع خدمت نیست و البته با موضوع خدمت یگان روز برمیگردیم اگر که یگان گفتنی داشته باشین مثال گیریم همه تا کجا ما خودمون مردک احساس کنیم در حالت فرزندورا ما مردی کاری میاریم یا فکر نظرتونه اگر گفته شیده باشین برادر عزیزم ان شاء الله که بخشش رحمت هم که وقت تو نگیرستم من هم حرمت کرده چیز کردیم سلامت باشین عذاب نتیا خلق مودا استعفا گفت استعفا چی در کره اوخی مردی رفتنگی سلامت باش یک از تاجیکستان تلفن است برداریم نباشه ایره رحمت مایل خب